ازدواج کنن بعد از 3 سال 4 سال زندگیش اگر فرزند نشود در شکایت میکنن، در گله میکنن که برای ما فرزند نشد. حضرت ابراهیم 86 سال اومد فرزند نداشت. بعد از 86 سال اومد این فرزند از کجا را بود؟ حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل علیه السلام کلانترین فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام است. در سن 86 سالگی، در سن 1 سال چند سالگیشون بعد خداوند حضرت اسحاق را داد. پدر حضرت یعقوب از مادر عثمان قربانی کرده باشد. قربانی و قربانی محسوب نمیشود، همچون گویا که گوشت ذخیره کرده باشد. بنابر همین برادران عزیز، من اولی وقتی قربانی بعد از نماز عید است شما میروید قربانی میکنید. ما در روز برادران عزیز برای شما طرز درست قربانی را برای شما بیان کرده بودیم. برادران عزیز، از این منبر پیامبر خودمان برای شما میرسونم که مردم ما بسیاری آدم‌هایی که قربانی میکنند برادران قربانیشون نادرست میکنند، شکل قربانیشون نادرست است. من در جمعه گذشته گفتم برادران عزیز که